أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب انتظار الصلاة، یعنی که باب در مسئله انتظار شدن نماز، که انسان نماز رو انتظار شود، یعنی پیش از وقت برود انتظار نماز بماند، یا بعد از اونه که نماز رو خوان نماز بعدینه را انتظار شود. این باب در همین مسئله صحبت میکند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 حدیث میارد. حدیث اول این باب حدیث 1060 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی در زیر حدیث 1060 کتاب ریاض الصالحین امام نووی میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لا یزال احدکم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، یعنی که لا یزال احدکم فی صلاة، گویا اینکه بر دوام هر یکی از شما در نماز است، گویا اینکه در حالت نمازخوانی هستید، ما دامت الصلاة تحبسه، تا آن وقت را که نماز اون انسان رو نگه داشته باشد، نماز اون انسان را باز داشتگی باشد. یعنی اگه انسان به خاطر نماز انتظار باشد و شیشتگی باشد، گویا که این انسان در نماز است. لا یمنعه ان ینقلب الى اهله الا الصلاة، یعنی باز نمی دارد این انسان را اینکه ینقلب الی اهله، یعنی که اینکه باز گردد، اینکه برود به نزد خانواده اش، الا صلات، مگر اینکه باز دارنده این انسان نماز است و بس. یعنی این انسان فقط به خاطر نماز در بالای جای نماز یا در مسجد انتظار شده می ایستد، فقط این انسان رو نماز از خانه برگشتنش به نزد اهل بیتش برگشتن باز داشتگی است. پس میگه این انسان گویا اینکه در نماز است، یعنی که ثوابی در نماز بودن رو میگیرد. اگر نیم ساعت انتظار شد، گویا که نیم ساعت نماز خونده است، اجر و ثواب میگیرد. باز اون ذکرهایی که میکند، اون تسبیحاتی که میگوید در اون حالت، اون رو باز ثواباش همچنین به دست میارد. پس این هست فضیلت انتظار شدن نماز. چطور گفتم که چی پیش از نماز برود، نیم ساعت یا ساعت پیش برود و انتظار نماز شود، یا نماز را بخواند و انتظار نمازی بعدی شود. در هر دو صورت صاحب می شود این پاداش را، این ثواب را. خب این بود حدیث 1060 که حدیث متفق علیه است که امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله روایت کرده هستند. بعد از این حدیث 1061 و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الملائکة تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیه ما لم یحدث. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید الملائکة، یعنی ملائکه ها، تصلی علی احدکم، یعنی که درود میفرستد بر هر یکی از شما، ما دام فی مصلاه الذی، تا آن زمانی که در مصلایش کی صلا فیه باشد، یعنی نماز خواندگی است در آن مصلا، یعنی تا زمانی که در همون جای نمازی خواندگیش باشد، ملائکه ها برای اون انسان
درود میفرستاده بودند. ما لم یحدث، تا آن زمانی که به وضو نشده باشد، تا آن زمانی که طهارتش نشکسته باشد. بعض علما میگن ما لم یحدث یعنی تا زمانی که مرتکب گناه نشده باشد، یعنی در همون مسجد در بالای جای نمازش انتظار میشیند تا طهارت شکستن، گویا که این انسان در نماز است، همین طور ثواب میگیرد. یا تا اون وقتی را که معصیت و گناه نکرده باشد، یعنی در بالای همون جای نماز یا در مسجد انتظار نماز باشد و معصیت و گناه نکرده باشد، اون انسان گویا در نماز است و ملائکه ها برای اون انسان صلوات میفرستاده بودند، درود میفرستاده بودند برای اون انسانی که نماز را میخواند و در اون جای نمازش انتظار میشود نمازی بعدی را. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ملائکه این دعا را میگفتند که ای بار الها اغفر له، یعنی ببخش این انسان را، این انسانی که نماز را خوانده است و در بالای جای نمازش است، ای الله این را ببخش میگفتند. اللهم ارحمه، باز ملائکه ها میگفتند که ای بار الها رحم کن بالای این انسان، رحمتت را بالای این انسان بیار که نماز را خوانده است و در بالای جای نماز نشسته است. این بود حدیث 1061. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیثی 1062 وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر ليلة صلاة العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال. از انس رضی الله عنه روایت است، میگه هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم اخر لیلتا صلاة العشاء الى شطر اللیل، یعنی به تأخیر انداخت رسول الله صلی الله علیه و سلم شب نماز خفتن را الى شطر اللیل، تا نیمه شب، تا نصف شب نماز خفتن را به تأخیر انداخت، یعنی تا آخری وقت نماز را برد، نماز را به تأخیر انداخت. ثم اقبل علينا بوجهه بعد ما صلى فقال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید روی آورد به طرف ما با روی مبارکش، یعنی که رویش را میگه به طرف ما کرد بعد ما صلی، بعد از اون که نماز را خواند و بعد میگه رویش را به طرف ما کرد و فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت صلی الناس و رقدوا، یعنی مردم نمازهاشون خواندند و خوابیدند، یعنی بعضی ها نمازهای خفتنشون خواندند و خواب کردند. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس گفتند که مردم نمازهاشون خواندند و خواب کردند. ولم تزالوا فی صلاة منذ انتظرتموها، یعنی که گویا اینکه شما بردوام در نماز بودید از اون زمانی که، از اون وقتی که انتظرتموها، یعنی انتظار شدید شما نماز را، یعنی از وقتی که انتظار نماز بودید پس شما گویا اینکه در نماز بودید، یعنی که حکمی یا ثوابی در نماز بودن را شما کسب کردید، صاحب شدید به سبب انتظار شدنتان نماز را، یا به سبب انتظار شدن نماز پس شما صاحب شدید ثواب را و پاداش را. پس این هم همچنین فضیلت انتظار شدن نماز است که بعضی اصحاب پیغمبر نماز را خواندند و خواب کردند، بعضیشون انتظار شدند تا اینکه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جا نماز بخوانند. پس پیغمبر این بشارت را، این بزرگی را، این اجر و پاداش را براشون بیان کرد که گویا اینکه شما در نماز هستید از آن وقتی که انتظار نماز بودید. رواه البخاری، این حدیث را امام
بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این هست باب انتظار شدن نماز. با همین این باب به آخر رسید. بعد از این میگذاریم در باب نو، باب فضل صلاة الجماعتی، یعنی که باب در مسئله فضیلت نماز جماعت است. باب در مسئله فضیلت و برتری نماز را با جماعت خواندن. امام نووی رحمه الله در زیر این باب چندین حدیث ها می آورد. اولین حدیث این باب حدیث 1063 کتاب ریاض الصالحین است. میگوید که عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ ب27 درجة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند نماز جماعت، صلاة الجماعت یعنی نماز را با جماعت خواندن، افضل من صلاة الفذ یعنی که افضل و خوبتر و بهتر است از نماز را که صلاة الفذ است، یعنی از نماز انفرادی دیده، از نمازی که به تنهایی خوانده می شود. ب27 درجه یعنی که 27 درجه افضل است، 27 درجه از نمازی که به تنهایی خوانده می شود. یعنی که نمازی را که انسان با جماعت می خواند، این نماز جماعتش افضل است از نمازی که افضل است به 28 درجه 27 درجه از نمازی که تنهایی خوانده استش. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1064 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. یعنی که نماز انسان، صلاة الرجلی نماز انسان یعنی نماز مسلمان، چه مرد باشه چه زن، نماز انسان مسلمان فی جماعت یعنی در جماعت، نماز انسانی که با جماعت میخواند تضعف علی صلاته فی بیته یعنی برتر است از نمازش که در خانه اش میخواند، و فی سوقه یا در بازارش میخواند 25 ضعفا یعنی 27 درجه زیادتی هست، برتری دارد. یعنی که نماز انسان با جماعت چی در خانه اش بخواند، این نماز انسان در جماعت برتری دارد از نمازی که در خانه اش میخواند یا از نمازی که در بازارش میخواند، در جای کارش میخواند. که یک انسان در یک جا کار میکند، در همون جای کارش نمازش میخواند، پس نماز جماعتش از اون نمازی که در خانه و در جای کارش خواندگی است بهتر است، افضلتر است. چند درجه یا چند برابر؟ 25 ضعفا یعنی 25 برابر، 25 برابر افضلتر و خوبتر است نماز با جماعت. و ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء، و همین و ذلك یعنی که این حکم یا همین، انه هر آینه همون انسان، همون مردی که توضأ هنگامی که طهارت میکند، فاحسن الوضوء پس طهارتش رو خوب میکند، طهارتش رو کامل میکند، ثم خرج الى المسجد پس این انسان می براید به طرف مسجد، می رود به طرف مسجد، لا یخرجه الا الصلاة
یعنی نمی برارد این انسان را مگر اینکه نماز، یعنی این انسان یگان کاری دیگر ندارد یا برای کسی را دیدن مسجد نمی رود، بلکه فقط و فقط برای نماز. یعنی وقتی نماز شد، همین نماز این انسان را از خانهش بیرون کرد، چی ثواب میگیرد؟ میگه لم یخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. یعنی که نمیگذارد، لم یخطو خطوة، نمیگذارد یک قدمی، الا رفعت له بها درجة، مگر اینکه برداشته می شود، بلند می شود برای اون انسان به سبب همین یک قدم گذاشتگیش درجهش، یا به سبب هر یک قدمی که می گذارد این انسان رو درجهش بالا می شود. هر قدمی که به طرف مسجد می گذارد درجهش بالا می شود. و حطت عنه بها خطیئة، یعنی که و بخشیده می شود از اون انسان به سبب این قدم گذاشتگیش یک خطایش. هر قدم گذاشتگیش یک خطای این انسان را محو میکند، بیکار میکند، دور میکند از این انسان، یا بخشیده میشود خطای این انسان با هر یک قدمی که به طرف مسجد میگذارد. فاذا صلى، پس هنگامی که میگه این انسان نماز را خواند، اکنون این اجر و پاداش را دریافت کرد، وقتی طهارت را خوب کرد و به طرف مسجد رفت، این اجر را صاحب شد. پس هنگامی که میگه نماز را خواند، لم تزل الملائکه تصلی علیه ما دام فی مصلاه، یعنی که بر دوام ملائکه ها، لم تزل الملائکه، یعنی بر دوام ملائکه ها تصلی علیه، یعنی که صلوات میفرستند، درود میفرستند برای این انسان، مادام فی مصلاه، تا آن زمانی که این انسان در جای نماز خواندگیش هست. ببینید، خوب طهارت کردی و به سوی مسجد رفتی، در مسجد وقتی که می نشینی بعد از نماز رو میخونی و می نشینی، هر چی قدره که بنشینی ملائکه ها برای تو درود میفرستند، صلوات میفرستند. تا که ما لم یحدث، تا زمانی را که مرتکب گناه نشده باشی، یا تا زمانی را که طهارتت نشکسته باشد. تقولو، ملائکه ها میگفتند، یعنی که درود میفرستادند و ملائکه ها باز میگفتند که اللهم صل علیه، ای بار الها درود بفرست بر این بندت، رحمتت را بالای این بندت نازل بکن. اللهم ارحمه، میگفتن که ای بار الها رحم کن بالای این بندت. ولا یزال فی صلات من تضر الصلاه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید گویا این که بر دوام در نماز است، من تضر الصلاه، تا آن وقتی که انتظار نماز باشد. یعنی این انسان گویا این که در نماز است تا آن زمان را که انتظار نماز باشد. پس ثواب در داخل نماز بودن رو میگیرد که انسان انتظار نماز میماند. این حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم روایت کرده است. و هذا لفظ البخاری، اما این لفظی که خواندیم این لفظ امام بخاری رحمه الله است، یعنی که لفظی هست که امام بخاری در کتابش روایتش کرده است. پس این بود حدیث 1064. بعد از این حدیث 1065، این حدیث 1065 را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. اینجا یک مسئله احتیاج به توضیح دارد. اولا حدیثی در خواندیم که نماز با جماعت بهتر است، افضلتر است از نماز با تنهایی گذار 27 درجه، 27 برابر افضل و خوبتر است، یعنی ثوابش زیادتر است. در حدیث دوم خوندیم که 25 درجه، در آیتش 27 در آیتش 25. پس این حکم ها چطوری که شارحان میگوید اول 25 درجه بوده است، باز الله تبارک و تعالی اجر و پاداش نماز جماعت را
بلندتر کرده است که 27 درجه شدگی است. این اول ثواب نماز با جماعت برابر به 25 درجه از نماز تنها گذار بوده است. بعدا الله تبارک و تعالی فضیل بگیم زیاد کرده است ثواب نماز جماعت را. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان کرده است که به 27 درجه. پس این دو حدیث با یکدیگر مخالفت ندارند در بیان کردن برتری نماز جماعت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم و تا درس آینده به الله تبارک و تعالی میسپارمتان. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.